درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون متئو کامیدی به قسمت 15 از دیر شب شو با متئو در کانال جدیدمون. خیلی ممنونم که کانال جدید رو سابسکرایب کردید. حمایتاتون باعث شد که ما سعی کنیم خیلی سریعتر قسمت بعدی رو بسازیم. پس بدون فوت وقت و معطلی برو بریم. دیر شب شو، دیر شب شو، دیر شب شو، دیر شب شو. در هفته‌ای که گذشت کریستیانو رونالدو و یارانش در مسافه با تیم اسپانیا از رقابت‌های جام جهانی حذف شدند و این احتمالاً آخرین حضور رونالدو در جام جهانی باشه و شاید حتی خداحافظی کنه فوتبال ملی. که خب این موضوع خیلی واکنش‌های احساسی زیادی رو در مردها بیشتر به همراه داشت، به خصوص مردهای ایرانی. یعنی من استوری ها، پست های اینستاگرام رو که نگاه می‌کردم که در وصف خداحافظی با رونالدو نوشته بودن مردها، با خودم میگفتم که اینا این همه احساسات رو تا الان چرا نشون نمیدادن. یعنی این همه سال همه سعی کردن که بگن آقا مردها بایستی بیشتر خودشون رو ابراز کنن و اینا، در نهایت نه روانشناسی موفق شد این کارو بکنه نه پارتنراشون، بلکه یک مرد 40 ساله پرتغالی که لباس شماره 7 بود در نهایت تونستش که احساسات ابراز نشده مردها رو بیرون بیاره. یعنی یه سیبیلایی واسه کریستیانو رونالدو یه متنایی نوشتن که شما اگه ندونی سوژه متن کیه فکر می‌کنی مثلا سهراب سپهری اینو واسه معشوق هیچ وقت نداشتهش نوشته. من همینجور داشتم میچرخیدم تو اینستاگرام به یکی از این متن‌ها برخوردم که واقعا اگه ندونید برای کیه تا جمله آخر شاید فکر بکنید که یه متن بسیار عاشقانه‌ای هستش. نوشته که امشب فهمیدم بعضی خداحافظی‌ها فقط خداحافظی نیستند. بعضی آدم‌ها وقتی می‌روند انگار یک تکه از زمان را با خودشان می‌برند. تو فقط کنار من نبودی، تو در تمام لحظه‌هایی بودی که من هنوز خودم را پیدا نکرده بودم. وقتی خسته بودم تو امید بودی، وقتی شک داشتم تو یادم می‌آوردی که می‌توانم. وقتی دنیا سخت می‌گرفت فقط کافی بود به تو نگاه کنم تا دوباره باور کنم که رویاها واقعی اند. با تو بزرگ شدم، با تو خاطره ساختم، با تو یاد گرفتم که شکست خوردن پایان راه نیست. شاید خیلی ها هیچ وقت نفهمند تو برای من چه معنایی داشتی، چون بعضی عشقها را نمی شود توضیح داد، فقط می شود با تمام وجود حس کرد. امشب برای آخرین بار می گویم ممنون که بخشی از زندگی من بودی. ممنون که به من یاد دادی همیشه برای چیزی که دوستش دارم بجنگم. دلم برای دیدنت تنگ می شود. دلم برای آن لحظه هایی که با هم بودیم تنگ می شود. خداحافظ عشق همیشگی من، کریستیانو رونالدو. میرگا گریه نکن عزیزم، پاک کن اشکاتو قربونت برم. یعنی متنو که میخونی با خودت میگی آقا اگه یه مردی این حرفا رو به دوست دخترش بزنه، واقعا تا الان 2 تا بچه هم با هم دیگه دارن. یا من پدر سنتی ایرانی رو دیدم که در طول 20-30 سال زندگی یک بار به بچهش نگفته بابا جان، اما یه جوری قربون صدقه گربه خونه میره، یعنی یه قربونت برم قند عسلم پسر نازنینم قربون خوشگلیات برم من، که به عنوان فرزند اون پدر از خود سوال میپرسی که آیا پدر من بلد نبود این لغات رو بگه یا نمیخواست به من بگه؟ خب اگه بلد بودی چرا یه بار خرج من نکرده این حرفا رو؟ کلا مردها جاهای عجیبی احساساتشون رو نشون میدن. یعنی ممکنه یه مردی پدرش خانه سالمندان باشه بعد بهش زنگ بزنه بگه بابا جان حالم خوب نیست، احساس میکنم این هفته آخریه که دیگه ممکنه باشم، بیا ببینمت، بیا با هم خداحافظی کنیم. پسرم میگه حالا خیلی خب باشه حالا میام دیگه، حالا چند روز دیگه هم صبر کن اومدم. ولی همون مرد اگر مثلا پراید مدل 93 شو مثلا بره بفروشه، میاد میگه حاجی یه تیکه از وجودم احساس میکنم رفت، یه بخشی از خودم رو گم کردم امروز. یا مورد بوده طرف طلاق گرفته مثلا، بعد 2 روز از طلاقش نگذشته اومده جنگل با ما اینقدر خوشفاز و خوب و اوکی و عادی بوده، ولی همون آدم اگر هارد کامپیوترش بسوزه، یعنی جوری زمین و زمان رو به هم میبنده که باور نمیکنی. در همین مورد، در همین کیس کریستیانو رونالدو واقعا خیلی عجیبه که چرا واقعا اگر بلد این حرفا رو بزنی، الان خانم‌ها میگن خب چرا اینا رو به پارتنرت نمیگی؟ وقتی پارتنرت میگه آقا یه چیز قشنگ به من بگو، میگه خب چی بگم اینا، مثلا خب دوستت دارم، فدات شم، قربونت برم. دانشمندان کشف کردن که سرماخوردگی در مردان واقعا شدیدتر از خانم‌ها رخ میده. حتما براتون پیش اومده که
پدرتون، برادرتون، پارتنرتون مریض بشه، سرما بخوره و بگید که بابا تو چرا سرما میخوری، اینقدر خودتو میزنی به ننقن قریبا بازی در آوردن، یه سرماخوردگی ساده است، چه لوس میکنه خودتو، مرد گنده، خجالت بکش، عزگل عوضی، این چه طرز رفتار کردنه، مگه تو مرد نیستی؟ خاک بر سرت کنم، میخوای توجه منو بگیری؟ یک هفته الان بعد بردگی توی حمالو بکنم؟ سرما خوردی مثلا؟ به خدا که من میدونم لوس بازیه، لوس میکنه همش خودشو، به خدا ادا اطفارشه این کار میکنه، خودشو میزنه زمین، هر سری کار پیش میاد که از زیر کار در بره، نمیخواد بره خرید کنه. یه بار حالا ما میخوایم پاشیم بریم مهمونی، آقا مریض شد نمیتونه بیاد، چی اد اون روزی که ما میخوایم بریم خونه پدر مادر من تو مریض شدی؟ به خدا که منم سرما نکنید. من همه این حرفا رو ما شنیدیم. منتهای مراتب علم امروز اثبات کرده که واقعا زمانی که مردها سرما میخورن به خاطر حضور تستوسترون در خونشون احتمالاً پاسخ دفاعی ضعیفتری میدن به سرماخوردگی و واقعا شدیدتر مریض میشن. برای همین طبیعیه که مردها که سرما میخورن احساس میکنن که واقعا دنیا داره تموم میشه دیگه. یعنی یه حسی آدم پیدا میکنه که بایستی حرف آخرش رو بزنه دیگه، لحظات پایانیه، بعد وصیت بکنه. و چقدر قشنگه وقتی در این زمان پارتنرتون، برادرتون، اعضای خانوادهتون اینجوری میشن، به جای اینکه سرکوف بزنید بهش، تحقیرش بکنید، احساس اونو اوبی خطاب بکنید. خیلی موقع خانم ها، عزیز من، سرماخوردگی اوبی بازی نیستش که مریض شده دیگه، الان علم ثابت کرده. بس کنید این تحقیرهای جنسیتی رو. اتفاقا علم ثابت کرده هر چی یه مردی بیشتر تستوسترون داشته باشه شدیدتر مریض میشه. یعنی مردانه ترین کار موجود اینه که وقتی سرما میخوری بیفتی زمین و فلج بشی یه هفته. اون پسری که سرما میخوره و زمان مریضی اون اتفاقا اینجوریه که حالا یه سرماخوردگی ساده است دیگه، اونی که چیز در واقع، حالا هر چی دیگه شما میخواید بگی، اونی که خودشو نمیندازه نمیفته، اون مشکل داره. افتخار بکن مرد زندگیت، بگو قربونت برم که اینقدر خفن سرما میخوری، بمیرم برات که وقتی سرما میخوری فلج میشی، انگار ایدز گرفتی، انگار سرطان داری. چقدر تو بزرگی، چقدر با شکوهی، چرا فقط تحقیر؟ سری بعدی که دوستان مریض شدید و احساس کردید که خانم ها درکتون نمیکنن، این مقاله رو براشون بفرستید. بگید من اینو نمیگم، علم داره اینو میگه، من میرم یه هفته دیگه بخوابم، پس نمیتونم بیام خرید. چرا؟ چون هورمونای تستوسترونم منو بد مریض کرده. که در همین راستا ما صحبتی داشتیم با یه خانومی که سالهای زیادی رو صرف تحقیر کردن مردهای سرماخورده زندگیش کرده بود. این سارا است، 28 ساله. سارا سالهاست که مردهای زندگیش را در هنگام سرماخوردگی عوضی، تشنه توجه، مفتخور و به درد نخور خطاب می‌کرد. الو بیبی، میای بریم امروز خرید؟ عزیزم متاسفم نمیتونیم امروز با هم بریم خرید. خیلی مریض شدم. ای بابا، مگه تبر خورده تو کمرت؟ حالا تو هم یه سرما خوردی دیگه، بهونه میاری. خب پول بده خودم برم. خدا وکیلی من نمیدونستم واقعیت داره، فکر میکردم دوربین مخفیه. اینا یه مش عوضی تن لش آشغال تشنه توجه میخواستن الکی ننه من گریبم بازی در بیارن. عشقم بله یه سوپ برام درست میکنی؟ پاشو خودتو جمع کن بابا، مگه طاعون گرفتی؟ همین دیروز بود یخچال انداختم رو دوش بابام، بیچاره 40 درجه تب داشت، فکر میکردم داره شلوغش میکنه. خیلی ناراحتم، هیچ راه برگشتی نداره براشون جبران کنم. یه کاسه سوپ ببرم بدم دست داداشم. همش بهش میگفتم تو بچه ننه ای، هیچکی بهت نگاه نمیکنه، بدبخت لوزر. پاشو خجالت بکش بابا، مرد گنده خجالت نمیکشه. پاشو بابا پاشو. همین دیروز بود دوست پسرم رو بردم پاساژ، داشت همینجوری ازش چکه چکه میرفت، عرق کرده بود، فکر میکردم چربیش بالاه داره اینجوری میکنه، نگو بیچاره تب کرده. ولی خیلی ناراحتم، خدا وکیلی فکر میکردم اینجوری نباشه. خودم وقتی که مقاله دانشگاه آکسفورد رو خونده بودم واقعا فکر میکردم واقعیت نداره، ولی خب مثل این که اینجوریه دیگه. من واقعا سمت خودم معذرت میخوام از تمام پسرهای سرزمین، از جمله دوست پسرم، پدرم، برادرم.
خیلی گناه داشتن خدا وکیلی. چقدر من درکیونی زدم به داداشم، گفتم تن لش تو جمع کن برو سر کار حیوان. تو عشقم یه آب گرم بده. یه آب گرم بده. نگو بیچاره داشته استخوناش خورد می شده، خیلی درد داشته بیچاره، کاش می شد یه جوری. خدا وکیلی به من بگید چی کار کنم. خجالت بگیش بابا، افتاره واسه ما یکی ببینه اینجوری. من ناراحتم الان، خیلی ناراحتم، بگید چجوری جبران کنم. یک ویدئویی اومده بیرون از خروج کاروان تیم ملی ایران در کنار کاروان تیم ملی ژاپن و بقیه تیم ملی هایی که حذف شدن دارن برمیگردن به ممالک خودشون، که چیزی که خیلی جلب توجه میکنه در این ویدیو حجم چمدون هایی هستش که بازیکنان ژاپن در مقایسه با بازیکنان تیم ملی ایران با خودشون بردن. یعنی اونا خیلی سبک یه دونه چمدون مثلا داشتن دارن همونو میبرن. بچهای ما نفری یه مثلا 10-15 کیلو مثلا میبینی چمدون و بار و اینا دارن با خودشون از آمریکا میبرن ایران، که خب واقعا عجیبه که یکی میگه چیه تو اون چمدونا واقعا. یعنی شاید بچه‌ها فکر کردن که خب دیگه شاید فرصت پیش نیاد که دوباره برگردن با آمریکا، یا شاید هم اینقدر بارو سنگین بسته بودن از ایران، یعنی اینقدر با روحیه اومده بودن گفتن ما تا فینال هستیم قطعا دیگه، یه جور ببرن مثلا 2 ماه بتونیم زندگی کنیم اینجا. یا امکانش هم هست که خب خیلی وقتا ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن گروه‌های تلگرامی دارن که مثلا توش میگن که آقا کسی مثلا نمیره فردا از سوئیس مثلا چه میدونم ایران، از ترکیه کسی فردا تهران نمیره، اگه میره تو سریالا که داره میاد یه مثلا کتونی کفشی مثلا هست واسه ماست اونم بیاره، در ازاش من مثلا پول نصف بلیط هواپیماشون میدم. شاید بچهای تیم ملی هم همین جوری بودن، یعنی دیدن خب الان که دیگه حذف شدن حداقل یه جوری بار بزنن از آمریکا که خرج سفرشون در بیاد تو این مدت. البته چون اکثر بازیکنای تیم ملی ایران سنشون هم زیاده و دیگه احتمالاً جام جهانی بازی نکنن و شاید حتی خیلی حضور فوتبالی زیادی خیلیاشون دیگه نداشته باشن، ممکنه از آمریکا هر جور فسق و فجوری که فکرشو بکنید بار زدن آوردن. هم آمریکا هم من مشکوکم به کارتل مواد مخدر مکزیک که قبلش تو مکزیک سکونت داشتن. ممکنه چمدونا رو خوب بگردی، این فیلم این پابلو اسکوبار که میداد لای مثلا خدمه هواپیما و مهماندار و اینا بار بیارن، شلای جنس بچه‌ها هم ببین نفری مثلا 10-15 کیلو بار زدن، جنس نابی اعلی از خود مکزیکو برداشتن آوردن. در مکزیک در شهر لاگوس د مورنو جدیداً فردی پیدا شده که شبها با پوشش بتمن دل به خیابان‌های مکزیک میزنه و خلافکارها و به خصوص دزدهای دوچرخه و موتور رو پیدا میکنه، میگیره و میبندتشون به تیر برق و چوب و اینا. رو پیشونیاشون هم بعضی وقتا چیزایی مینویسه در کنار اون چیزی که دزدیدن، یعنی موتور رو میذاره، دزدرم میبنده میذاره، عین خود بتمن و بروس وین در واقع. میگن اگر که شما در زندگی نتونستی شغل مناسب خودتو پیدا بکنی، برو شغل مناسب خودتو اختراع بکن. این انسان بسیار الهام بخش شده برای افرادی که در مکزیک بودن و پناهی نداشتن برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، که این قهرمان مکزیکی الان داره خیابان‌های مکزیک رو جای امن‌تری میکنه. اما پلیس مکزیک نظر دیگه ای داره و میگه که درسته که داره خلافکارها رو میگیره، اما کاری که میکنه مستاق جرم و جنایت هست و باعث خودشو سریعتر تحویل بده. که البته اتفاق خیلی عجیبی هم نیست، ما تو کشور خودمون هم بتمن هایی داشتیم، اما اونطوری که در مکزیک استقبال شد از اینها در ایران استقبال نشد. بتمن چته؟ نپرس، چرا؟ حالم خراب. بتمن ایرانی داشتیم ما، میرفت تو خیلی بتمن، یعنی اصلا چیزی هم بود به قولی نرم و لطیف و باحالی هم بود. بتمن ایرانی میرفت تو مجالس میرقصید، تو مهمونی‌ها شرکت میکرد، تو جشن‌ها دعوتش میکردن، میرفت نونوایی با پوشش بتمن و کار خاصی هم نمیکرد. یعنی بچه پایین شهر هم بود دیگه، فکر کنم بچه شوش و مولوی و اینا هم بود، یعنی همون بتمن بود، فقط بروس وینی بود که خیلی اوضاع مالی خوبی نداشت دیگه. یعنی به جای بت موبیل احتمالاً یه دونه مثلا پراید هاچبک چیزی داشت که خیلی هم درست راه نمیرفت. این بنده خدا آسیبی هم کسی نمیزد ولی گرفتن پیجشو بستن، یعنی خیلی حمایت نشد متاسفانه. همین بنده خدا اگر تو مکزیک بود الان یه قهرمان ملی میشد، به جای اینکه به داب اسمش درست کنه، کلیپای مسخره بسازه، از ممرز گلزار تعریف کنه، الان داشت جنایتکاران رو به چارمیخ میکشید. یا چرا نمیتونیم ورژن های بومی سازی شده بتمن و رابین رو داشته باشیم؟ چرا ما بهمن و رامین نداریم؟ الان نداریم ظرفیتش رو. بهمن با غیرت ضد جنایت کم داریم،
چرا رامین هایما بایستی معتاد بشن؟ چرا نباید بیان کنار بتمنی قرار بگیرن، کنار بهمنی قرار بگیرن و بتونن افتخار آفرینی بکنن برای کشورشون؟ همزمان با اوضاع سیاسی پرتلاطم کشور، در این روزها و در این هفته‌ها شاهد بازگشت داف‌هایی هستیم به وطن که غم غربت ظاهراً در این برهه خاص خیلی اذیتشون کرده و تصمیم گرفتن که به میهن بازگردن. شمار افرادی که برگشتن واقعا بیشماره، اما خب خیلی از چهره‌های معروف و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هم که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که اینا اصلا بتونن یا اصلا بخوان که به ایران برمیگردن، جلو برج آزادی ویدیو میگیرن، شامپاین باز میکنن و تولدشون رو در کشور خودشون جشن میگیرن. اما خب عمده کسانی که دارن برمیگردن داف‌ها و شبه داف‌هایی هستن که در اینستاگرام فالوورهای زیادی داشتن و در واقع به خود میگفتی که خب اینا با این لایف استایلی که دارن اصلا آخرین نقطه و جایی که بخوان بیان زندگیشون ادامه بدن ایران خواهد بود. دست و بالشون بسته است اینجا. چرا باید یه نفر برگرده ایران؟ در ترکیه زندگی می‌کردم. تصمیم گرفتم که بیام ایران. اصلا من اینقدر دوستای چادری الان پیدا کردم. نظرتون چیه اینا میاد؟ من خیلی دوستشون دارم. تذکر بدید بهشون. ما کاری نیست. اون که حساب کتاب می‌کنه یکی دیگه. و خب در نظر داشته باشید اینا آدم‌هایی هستن که برای پول تقریبا هر کاری میکنن، یعنی هر کاری که میکنن اکثرش برای پوله و احتمالاً بازگشتشون به ایران هم خیلی بعیده که بدون در نظر گرفتن همچین چیزی باشه. و خب عجیب هم است که این دافعا اینقدر راحت برمیگردن، از اون ور خیلی ها مثلا بخوان بیان ایران ممکنه مشکل پیدا کنن، با خیلی کارهای سبکتری کرده باشن به دردسر بیفتن. اما انگار در واقع همونطور که هر کشوری پاسپورت خودش رو داره، داف کانتری هم یک کشوره و داف ها هم پاسپورت خودشون رو دارن که به راحتی میتونن از جاهای مختلفی گذر بکنن با داشتن این پاسپورت که حتی قوی تر از پاسپورت امارات متحده عربی هم هست به نظرم پاسپورت داف بودن. اگر داف حقی باشی یا اگر دافی باشی که حاضر باشی به حق و ناحق در واقع خودت رو به هر شکلی میتونی ابراز بکنی دیگه. البته نمونه مشابهش رو در افغانستان هم داریم، یعنی شما اگر بخوای افغانستان رو از دریچه دید اینفلوئنسرهای اروپایی بشناسی که طالبان دعوت میکنه اینها رو به افغانستان، کشور بسیار قشنگیه، یعنی خانماتش بسیار خوشحالن، همه چی گل و بلبله، غذای خیلی خوشمزه‌ای داره، امنیت در کشور و در شهرها برقراره و خب در واقع استفاده از اینفلوئنسرها برای بیان یک مقصد سیاسی خاص خیلی چیز جدیدی نیست و نمونه قبلیشو داشتیم. به خاطر همین احتمالاً بچه‌ها یه مدت میان اینجا یه سری ویدیوها میگیرن، چه بسا جلوی برج میلاد، جلوی آزادی شیک باسن بزنه اصلا برات و تو بگی چه جوریه این همون ایرانی که من توش دارم زندگی میکنم؟ نه، این ایران اینفلوئنسر هاست. ایران اینفلوئنسرها جایی هست که توش در واقع ایونت های مختلفی برگزار میشه، آدما دور ساحل جمع میشن، با هم دیگه با لباسای راحت میزنن، میرقصن، میخورن، حال میکنن، میرن دوی ماراتون میدوئن، فواصل دور در کویر با پوشش و لباسهای مناسب اون کار انجام میدن، مشروب توش حتی بعضی وقت آزاده، شب آدما با هم دیگه درینکی میزنن. یعنی واقعا ایران اینفلوئنسرها خیلی جای باحالیه. خدا وکیلی اگه بشه مهاجرت کرد از ایرانی که توش هستیم به ایران اینفلوئنسرها، فکر کنم کسی دیگه درش بخواد اصلا بره خارج از ایران زندگی بکنه. که حالا ما دقیقاً نمیدونیم هنوز که حضور در ایران اینفلوئنسرها چه چیزهایی میخواد، ولی اجالتا فهمیدیم که داف بودن میتونه شما رو نزدیک بکنه به حضور در ایران اینفلوئنسرها، بهشتی که گم شده است در دنیا و برای پیدا کردنش باید کارهای زیادی بکنید. ایران خودرو حضور خودروهای گذر موقت رو در بندر انزلی ممنوع کرده. یعنی به خودشون گفتن که اگر مردم یک ثانیه فرصت بکنن که داخل ماشین خارجی بشینن، دیگه امکان نداره آشغالایی که ما تولید میکنیم و سوار بشن و اصلا بهتره که این شانس رو ندیم، ببندیم، فقط ما ماشین تولید بکنیم، فقط ماشینای ما رو سوار بشید. مثلا این مدرسه‌ای که شما داخلش میری، بوفه داره مدرسه، غذای آشغال میده هر روز و نمیذاره بیرونم غذا خودت بیاری. میگه نه ببین فقط مسمومیت غذایی با غذای خودمون. کار درستی هم انجام بدن واقعا. آخه این چه انصافیه وقتی خودروساز داخلی ایرانی داره این ماشین خیلی کم کیفیتی مثلا تولید میکنه، چرا بایستی ماشین با کیفیتی بنزی، بی ام وی، آودی چیزی بیاد این بخواد با اون رقابت بکنه؟ این انصاف آخه؟ چی میخوای اصلا از یه ماشین؟ میدونی چقدر خوش شانسی که داری اصلا از یه وسیله‌ای به اسم ماشین استفاده میکنی؟ میدونی انسان‌های 100 سال قبل می‌خواستن یه جایی به جای دیگه برن، نقطه A به نقطه B منتقل بشن، باید سوار درشکه و اسب و قاطر میشدن. خب الان خدا رو شکر دیگه درشکه و اسب و قاطر نیست، میتونی سوار پژو پارست بشی بری محل کارت. بده پاتو میذاری رو گاز میره خودش جلو، دیگه نمیخواد شلاق بزنی.
دیگه نمیخواد بگی برو حیوان حرکت کن بکشی بالا فلان بشه اسب خسته بشه هی قاطره کم بیاره بیشتر از بعد تو قاطر کلا اصلا بیشتر از 2 نفر نمیتونی سوار کنی میشینی سمند و نیسان و داداش من بارها خودم دیدم خودش شاهده 10 نفر یارو انداخته پشت نیسان داره میره. خب الان بخوای با اسب بری یه جا بعد چند نفر رو ببری بعد هی با اسب بری هی برگردی هی بری 2 نفر بار بزنی. چرا قدر داشته‌هاتون نمیدونید؟ لطفاً بس کنید دیگه. مثل بهشت زندگی داری تجربه میکنید نسبت به اون سالها. اینو یادتون نره لطفاً. ارزش کل سهام بورس ایران 1/10 ثروت ایلان ماسکه. یعنی در واقع اون کسی که ما تو ایران بهش میگیم سرمایه‌دار تو آمریکا بهش میگن کارمند شیفت شب تسلا. کارشناسان معتقدن که اگر آقای ماسک جیب کت زمستونیشو خوب بگرده احتمالاً 2 از ارزهای بورس ایران داخلش باشه. در واقع اگر ایلان ماسک سهام ایران رو بخره در واقع فقیرتر میشه احتمالاً، یعنی خیلی کمکی به ثروتمند شدنش نمیکنه. اینکه یک نفر داراییش از کل بورس کشوری مثل ایران بیشتره به نظر من یه مقدار نگران کننده است. وزیر گردشگری تایلند گفته که دیگه نمیخواد ویزاهای 60 روزه کوتاه مدت به گردشگران بی‌کیفیت بده و به دنبال گردشگران با کیفیت هستش. یعنی واقعا ببینید چقدر ما لمس شدیم نسبت به اخبار و اتفاقات. یعنی دیگه الان وزیر گردشگری تایلند تخم چش ما نگاه میکنه میگه شما آدمهای بی‌کیفیتی هستید. البته اگر نجابت سیاسی دست و پاشو نبسته بود قطعا به جای بی‌کیفیت از الفاظ دیگه استفاده میکرد. البته یه جورایی راست هم میگه دیگه، حق داره، چون کل فلسفه توریست اینه که یه عده آدم پولدارتر از کشورهای دیگه بیان تو کشورت و پول خرج کنن، نه اینکه مش آدم فقیرتر پاشن برن مملکتت. یعنی الان درآمد کارگر عادی تو تایلند ماهی $600. خب درآمد کارگر ایرانی ماهی $100. اصلا چرا بعد این پاشه بره تایلند؟ میخواد چیکار بکنه؟ حتی بعید هم نیست کلی از هموطنای ما اصلا برای کار میرفتن تایلند، میرفتن اونجا پسته و زعفرون بساط میکردن، به ماساژورا گیر میدادن که آقا نمیخواد یکم ماساژتون بدم، خسته شدید به نظر با نصف قیمت. خب راست هم میگن. قبلا دلار 5000 تومان بود، ایرانی پا میشد میرفت تایلند با 1 تومن یه ماساژ میگرفت، یه تیپی هم میداد، هپی اندینگ هم گیرش میومد. الان بعد بره اونجا 20 میلیون تومان هم پول بده، تهش هم پایان باز مثل فیلم‌های اصغر فرهادی گیرش بیاد. دیگه الان اینقدر گرونه تایلند که میره اونجا کاندوم از داروخونه نمیخره، کاندومش هم با خودش باکس از ایران میبره. خب چرا واقعا چنین گردشگری رو بایستی کشور تایلند بخواد؟ خب دوستان در این قسمت از برنامه میریم سراغ پیام‌های ناشناس که شما برای ما توی تلگرام ارسال کردید که میتونید این پیام‌ها رو از طریق آیدی تلگرام پیام ناشناس که توی دیسکریپشن میذارم برای ما بفرستید. میریم سراغ پیام اول. سلام متو جان، ما یه خانواده 6 نفره ایم که تو دوران جنگ همگی بیکار شدیم و خیلی الان فشار مالی رومون زیاده. پدرم توی پاش پلاتین داره از جنس طلا، ما نمیدونیم چجوری راضیش کنیم که درش بیاره تا خرج زندگیمون رو بدیم، ولی اون خیلی عصبانی میشه وقتی راجبش حرف میزنیم. چجوری کمک کنیم بهمون که بتونیم راضیش بکنیم؟ ببین عزیزم، اینجا خطابم یعنی با پدر عزیزه اگر که داریم برنامه رو نگاه میکنه. بایستی با خودت فکر بکنی واقعا خانواده در بحران الان مشکل داره. تو باید ببینی که آیا واقعا اون پلاتین طلایی که داری همین چقدر میارزه و اگر الان حاضر نیستی اون پلاتین طلا رو بفروشی واقعا از پاد چقدر استفاده میکنی؟ اصلا پاد چه نقشی تو زندگی تو داره؟ 2 میدانی کار میکنی عزیز من، کشتیگیری مثلا، لگد میزنی به مردم، میری صبح راه میری. اگه با خودت میبینی که نه واقعا این کارو نمیکنی، مدال المپیک نمیتونی بیاری با این پا، خب چرا جلوی پیشرفت خانواده‌تو میگیری؟ اگرم میخوای که حاضر نشی اینو بفروشی، بگو آقا من از این پا پول در میارم، من از فردا با این پا بالاخره کار میکنم. ببین بالاخره یا بعد بری از این پا حلالش بکنیم پلاتین رو تو پاته، یعنی پول خرج خودشو در بیاری، یا اینکه بدی بچه‌هات بخورن دیگه. نمیشه اینجوری که. چه کاربردی داره الان پلاتین شما؟ کما این که اصلا عزیزم راه رفتن و دویدن و اینا واسه جوونیه. آدم ببین پرواز واقعی روح از فکر آدم اتفاق میفته. تو نیاز به پا نداری برای رفتن، تو نیاز به تخیل داری. شما میتونی بشینی روی صندلی، اصلا میگم اینو برداشتی اون یکی هم برو وردار، بالاخره اونم این چیزی میتونن ور بدارن دیگه، جفتشو وردار. سعی کن بعد جدیدی از معنویت رو به خودت راه بدی، چشماتو ببند، تمرکز بکن. تو در دنیای خیال به هر جایی میتونی سفر بکنی. اتفاقا این پای پلاتینیه که دست و پای تو رو بسته، جلوی تخیل تو رو گرفته. کما اینکه این رو به خانم میگم اینها، اصلا این وقتی پای سالم شما به مردی بدی، اونم پای طلایی، خب
اون با این پای طلایی خدا میدونه کجا میخواد بره کجا میخواد بیاد. اگه پاهاشو ازش بگیرید اینجوری خیالتون راحت تره، میگه آقا شوهر من دیگه مطمئنم به من خیانت بکنه، چون اصلا پاشو نداره بره دنبال دختر مردم بیفته. خب این هم امنیت به خانواده اضافه میکنه، هم بچه‌هات از مشکل بحران خارج میکنه. بده. حالا یه کار دیگه هم میتونی بکنی. اگه احساس میکنی که نمیخوای این پا رو واسه همیشه بفروشی، خیلی جا هستن که طلا رو گرو میگیرن. یعنی شما میتونید پدر رو پاشو یک هفته گرو بذارید داخل یک مغازه طلا فروشی، نسبت به اون طلایی که گرو گذاشتید وام بگیرید، بعد که حالا اگه تونستید وامو پرداخت کنید که پای بابا رو آزاد میکنید، اگه نه هم که دیگه خب اون موقع میریم سراغ این که حالا پا رو قطع بکنیم و بکنیم و پلاتین رو در بیاریم دیگه. به خاطر همین سخت نگیر، زندگی فقط راه رفتن نیست، اینقدر واقعا عقده پا داشتن اشتباه، زندگی زیبایی های دیگه ای داره و یادت نره که دنیای خیال سریعتر از هر اسبی میتونه بدوه، تو که فقط یه پای پلاتینی مریض داری احتمالا. اذیت نکنین بچه‌هاتون، خجالت بکش مرد واقعا. از بعد فقط هم پا نیست، سطور بگم حالا بچه‌ها میگن پا و اینا. به نظر من اگر دیدی که بحران بعد از فروختن پا حل نشد، میتونید سراغ کبد کلیه‌اش اگر که سالمه، نمیدونم اگر کبد کلیه سالمی داری اونا رو هم سالم نگه دار. خانوادت نیاز دارن به اعضای بدنت، از قلبت هم محافظت بکن. سیگار هم کم بکش که مجبور نشیم خدای نکرده بریم سراغ چیزای دیگه. اون کبد رو میخوای با خودت به گور ببری عزیزم، میخوای چی کار اون پانکراس تو؟ حالا 50 سال اینو تمیز نگه داشتی که چی نتونه دخترت لباس خوشگل بپوشه ارزش داره تو مثلا بتونی شب راحت شیرینی بخوری مثلا؟ نه دیگه، اون کبد خدا به تو داده واسه همچین موقع‌های دیگه، از خیرش نگذر. قربونت برم، من خیلی مردی، خیلی بهت افتخار میکنم. مرد بودن یعنی همین، حاضر باشی خودتو قطعه کنی واسه خانوادت. تو در واقع مثل ماشینی هستی که با عشق خانواده است که پیچ و مهرات صفر شده. وقتی میبینی دخترت تو کف پای توئه، خب بهش پا بده. چرا بهش پا نمیدی؟ به دخترت پا ندی به کی میخوای پا بدی عزیز دلم؟ و عزیزم در نهایت اگر که پدرتون حاضر نشد که به خواست خودش اون پلاتینو بده، سن و سالی از گذشته، آدمی که پای مشکل دار داره، میگی مریضم هست، اون یه مدت دیگه احتمالاً تو ابد که نمیخواد زنده بمونه، نگران نباش، پدرت به زودی میمیره قربونت برم. و وقتی مرد اون آهن خراب که نمیشه عزیزم، اونو تو هر موقع برید چه نشر قب بکنی، چه همونجا لحظه‌ای که مرد بالا سر جنازه یه دونه چیز برداری جدا بکنی، اون نقد پول تو جیبته. یعنی اینجوری فکر کن که آقا تو یه سرمایه‌ای تو پای بابات داری که حالا هر موقع که این حالا ان شاءالله که زودتر بمیره، خب ولی هر موقع که چشمش گذاشت تو جهان افتاد مرد، اون در واقع شروع آغاز راهته. یعنی اون روزی که پدر بمیره فکر کن به این که هم غم انگیزه هم بهترین روز زندگی توئه. تو یه سرمایه آزاد میشه در زندگی شما و چه از این بهتر که اون سرمایه از گوشت و پوست جون پدر باشه، اینجوری همیشه یاد و خاطرت هم باده. حالا این پلاتین رو در آوردید همش هم نفروشید، یه گردنبند کوچیک به یاد اون بنده خدا هم برای خودتون نگه دارید، بالاخره از تو جون و پوست گوشت اون کشیدید بیرون دیگه، که حالا هر از شنگایی به یادش هم باشید دیگه. سلام متو جان، روزت بخیر. من یه پسر 26 سالم، خیلی دوست دارم با خانمای بزرگتر از خودم اوکی بشم، اما متاسفانه به شکل معجزه آسایی فقط دخترای 18-20 ساله بهم جذب میشن، در حدی که رفیقام بهم میگن آندر ایج مگنت داری. تو رو خدا کمکم کن، چجوری میتونم برای خودم میلک شروع کنم؟ ببین عزیزم، اول از همه خودت بپرس که واقعا چی میخوای از میلفا. یعنی یک دو سوال، یکی اینکه تو از میلفا چه میخوای، دو اینکه میلفها از تو چه میخواهند. خب یعنی ما تا نیاز رو درست مشخص نکنیم نمیفهمیم که سوژه چی هستش. تو هم میگی که من دخترهای آندر ایج بهم نزدیک میشن، میلفا به چششون نمیام من. خب احتمالاً ما باید ببینیم میلفا چی میخوان. میلفا از من قدیمی ترن، سنتی ترن. اگر توی لابلای صحبتات حرف لفظایی مثل حاجی، پشمام، بزنیم، بریم، موزیکای رپ گوش میکنی خیلی، یا وقتی میری دنبالش یا میخوای توجه میلفیو جذب کنی میری مثلا گوشواره میندازی، چون فید میکنی صورت تو، موهاتو مثلا مدلای مدرن میزنی، یا فکر می‌کنی مثلا اینا هم دختره 18-19 سالن که پاشی بری باشگاه و یکم بدن دم بندازی، تیشرت تنگ بپوشی بیای بیرون، یه گوشواره هم بندازی و یه رپ هم پلی بکنی و همه بگن به به عجب چیزی. نه عزیزم، میلف اینو نمیخواد. میلف زن بالغه، میلف سن و سال گذشته ازش، یعنی سرد و گرم چشیده است. اون دنبال درک بیشتر از همه. پس مهارتی که باید کار بکنی به جای ظاهرت اول از همه اینجاست، تو گوش توئه. میلف چی میخواد؟ میلف میخواد گوش بکنی بهش. میلف میخواد حرف بزنه و تو هیچ چی نگی، بگی بله درسته، نه بابا بی خیال جدی، بله درسته، نه بابا بی خیال جدی. هر چی این کارو بهتر بتونی انجام بدی، یعنی در ظرفیت روانی خودت برای شنیدن بولشت افزایش بدی، به همون میزان
خانم‌های بزرگتر از تو بیشتر خوششون میاد عزیزم. و ادبیات رو تغییر بده. اگه خواستی با این میلفی صحبت بکنی نگو چطوری عزیزم، بگو درود بر شما بانوی زیبا، یا چیزهای این چنینی. خواستی حرف بزنی لابلای صحبت‌ها یه ضرب المثل قدیمی فارسی بزن، بگو آره اتفاقا اصلا قدیم میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. این همون درت تاکیه که با دختر آندریج بعد بکنی، درت تاکی برعکس. سعی کن از شعرهای قدیمی فارسی استفاده بکنی، گوگوش هایده قدیمی گوش بکنی، هر چی و اینطور خودتو پرزنت بکن که انگار تو یک اولد سول هستی، یک روح قدیمی داری. نگاه نکن به ظاهر جدید من روحم تو رو میگیره، با هم کانکتیم. اینو هر چی بیشتر دقت بکنی و جاهایی هم که میری، خب یعنی جاهایی که داری میری کجاست. شما اگر که توی کافه های دم دستی و معمولی، به جای کافه میلف کافه نمیره، میلف میره رستوران. فهمیدی؟ میلف قهوه نمیخوره، میلف کباب کوبیده میخوره. میلف دنبال ادابازی نیست، میلف اومده بزنه حال کنه یه چیزی. توجهی چی دارم بهت میگم؟ بعد تو چشات ببینه اینو که آقا مردش هستی یا نه، نگات میکنه بگه آقا من یه جوجه باز نیستم، مثلا بچه حوصله ندارم بچه بزرگ کنم الان. البته یه دسته میلف هم هستن دوست دارن که بچه بزرگ کنن، یا باید تبدیل بشه به بچه و کودکی که میتونه بزرگ بشه و تبدیل به چیزی بشه، یعنی در واقع پتانسیل، یک کودک پتانسیل دار خودتو نشون بدی که بد تربیت، بی سرپرست، بد سرپرست، یتیمه در واقع و نیاز به یک مادر داره، یک حامی داره که اون میلف دلش بسوزه بگه اوکی من این پسر رو میگیرم ولی غلام حلقه به گوش منه. خب یعنی در قلاده بستن رو باید تمرین بکنی رو گردنت، رو گلوت، رو روحت، رو روانت، رو جسم و جانت. واقعا هر چی بهتر بتونی با قلاده راه بری از نظر معنوی، از نظر جسمانی و فیزیکی هم بهتر میتونی این کارو بکنی، چون اون میلفی که میخواد تو رو بزرگ بکنه احتمالاً قلاده هم گردنت بندازه، چه جسمی چه روحی و چه هر بعد دیگه‌ای که داره. به همین خاطر پیشنهادم اینه که اول از همه نفس عمیق بکش، خدا رو شکر بکن، از این آندریج ها فاصله بگیر، اینا خطرناکن برای تو و اینجوری فکر کن راجبش. اون میلف هم یه روزی 18 سالش بوده. میریم سراغ پیام سوم و پیام آخر. سلامتو، من 18 سالمه، یه دوست پسر 36 ساله دارم. بعد 1 سال به تازگی فهمیدم از دوست دختر قبلیش دختر 4 ساله داره. به نظرت چیکار کنم الان؟ خیلی دوستش دارم. ببین عزیزم، خب طبیعی هستش، به حال شما تقریبا 20 سال با هم اختلاف سنی دارید، یعنی یه جورایی میشه گفت تو جای بچه اونم هستی دیگه، میدونی. یعنی اگر احساس میکنی که اینقدر خوب تو رو میفهمه، اینقدر خوب کارایی رو میکنه که تو دوست داری، همیشه حواسش به تو هست، شهری بازی میبره، تا عروسکای خوشگل میگیره، خب برای چی اینجوریه؟ چون اون یه کودک دیگه رو هم بزرگ کرده قبلا، یه دختر بچه دیگه هم غیر تو داره و تو هم شما رسما خودت هم الان جای دختر اون هستی. برای همین پیشنهادم بهت این هستش که چرا ناراحتی، چرا نگرانی؟ تو که دیگه وارد همچین ارتباطی شدی و احتمالاً هم اصلا تو فضاهای خصوصی و صمیمی همین الانم ددی صداش میکنی و خب چه بهتر که این ددی که صداش میکنی فقط فانتزی و خیال نیست، واقعا ددی تو ددی هستش که بچه هم داره، یه خواهر کوچولوی دیگه هم کنار خودت داری و میتونید با هم دیگه دست تو دست هم دیگه رشد بکنید، چیزهای جدید از بابا یاد بگیرید و سعی کنید پدر رو حمایت بکنید، پشتش باشید به جای اینکه فشار و استراب بهش بدید. ببین الان پیام ناشناس اولی میخواستم پای بابا رو چیز بکنن، ببرن بفروشن. شما همچین دختری بچه‌ای نباشید، واسش حمایتش بکنید، دوستش داشته باشید. مطمئن باش که اون پدر هم هر کاری که واسه پدر و مادرت بکنی قطعا خداوند گفته نیکی بکنی به اعضای خانوادت، خدا خودش برات میاره تو زندگیت. ولی دختر جان نگاه کن، حواستو جمع بکن، این آدم آدمیه که از دوست دختر قبلیش بچه دار شده، نه از زن قبلیش. یعنی انسانی که از دوست دختراش بچه میگیره. حواست باشه که تو خودت تو این سن و سال هستی، نیاز به مراقبت داری، یه بچه تو دامنتو نیفته در ادامه. خیلی حواستو جمع بکن که در نهایت تبدیل به یک بچه‌ای نشی که خودت یه بچه دیگه هم داری. اون موقع واقعا دیگه اوضاع برای زندگی سخت میشه برات. خب دوستان، خیلی ممنونم که تا به این لحظه به تماشای این قسمت نشستید. میخوام که تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که بعد از اینکه کانال قبلیمون اونجوری شد، خراب شد و نمیدونیم کی درست میشه، اومدید کانال جدید رو سابسکرایب کردید، با کامنت های قشنگتون به من انرژی دادید، انگیزه دادید که دوباره این کانال رو بزنیم، هرچند خیلی سخت بود. اون کانالی که برای چندین سال، 4-5 سال فکر کنم زحمت کشیده بودیم، توش کار گذاشته بودیم، پرید خیلی ناراحت و ناامید بودیم، ولی خب بعد از اینکه حمایت شما اومد و اون پیام‌های قشنگتون اینقدر با عشق و محبت به ما انگیزه دادید،
منم انرژی پیدا کردم که خب قسمت جدید رو هرچه سریعتر بسازم و خیلی خوشبینم هستم به این کانال. امیدوارم که حالا تعداد افراد بیشتری ببینن برنامه‌های ما رو که قطعا به ما هم انگیزه بیشتری میده. خیلی خیلی دوستتون دارم، خیلی ازتون ممنونم که حامی کانال خودتون بودید و میتونید از طریق لینک دونیشنی که در دیسکریپشن هست از برنامه خودتون حمایت هم بکنید. امیدوارم به زودی زود ببینمتون و تا قسمت بعدی فعلا همین. خدا نگهدار.